سلام دوستان، به جلد دوم از کتاب آکسفورد خوش اومدین. بهتون تبریک میگم که تا اینجا جلو اومدین و دروس جلد اول رو به اتمام رسوندین. توی این کتاب مباحث جدیدتری منتظرتونه و قراره با هم نکات جدیدی رو فرا بگیریم. پس پر انرژی بریم تا درس اول رو شروع کنیم. دوستان لازمه قبل از هر چیزی با یک کشش زمانی جدید آشنا بشیم، یعنی ارزش زمانی نوت دولاچنگ. ببینید دوستان، اگه یادتون باشه نوت سیاه ما یک ضرب پا داشت و شکلش هم به این شکل بود. یعنی وقتی که پای ما به سمت پایین میرفت به گیتار ضربه میزدیم و وقتی که پامون به سمت بالا میومد به گیتار ضربه نمیزدیم. حالا اگر بخوایم مثل یک شکل هندسی نشونش بدیم، انگار که نوت سیاه ما یک دایره بود. حالا اگر نوت سیاه ما به دو تا نوت دیگه تقسیم بشه، این دو تا نوت هر کدوم یک نوت چنگ خواهند بود. یعنی این دو نوت در زمان اون یک نوت نواخته میشن. و به این شکله که وقتی که پامون به سمت پایین میاد چنگ اول رو می نوازیم و وقتی که پامون به سمت بالا هم میاد دوباره یک نوت می نوازیم که اون چنگ دومه. و اگه بخوایم با ترسیمش شکل نشونش بدیم، مثل دو تا نیم دایره میتونه باشه. البته دایره های من یه مقدار کج و کوله کشیده شد. حالا دولاچنگ چیه؟ قبلش اینو بدونیم که هر چنگ ما، یعنی هر دو چنگ توی یک ضربه پا بود. یعنی چنگ اول پا میاد پایین ضربه میخوره گیتار وقتی که دو تا چنگ هم وجود داره. چنگ دوم پا از زمین جدا میشه و موقع بالا رفتن ضربه میخوره. حالا هر کدوم از اون چنگ ها میتونن به دو تا دولاچنگ تقسیم بشن که ببینید یه زائده اضافی هم داره. پس ما تو زمان دو تا چنگمون 4 تا دولاچنگ رو میتونیم بشنویم. اینکه دسته یا دنباله نوت‌های ما به کدوم سمت باشه تأثیری تو صدادهی یا اسم اون نوت نداره. حالا من میتونم اون 4 تا دولاچنگ رو هم به هم دیگه بچسبونم و حالت چسبیدش رو به این صورت میکشن، یعنی یک خط اضافی هم بیشتر از 4 تا چنگ داره. حالا اگر اینا رو شماره بدیم 1 2 3 4، البته با یک او و او هم شماره گذاری میکنم. و اگه اینا رو توی دایره نشون بدم میشه 4 قسمت مساوی از یک دایره. مثلا 1 2 3 4. این شماره گذاری همینجوریه ها، مهم نیست از کجا شروع کنیم. حالا این دوتا باید موقعی که پا به سمت پایین میاد زده بشن و اون دوتا موقعی که پا به بالا میاد. فقط باید دقت کنیم که این وسط ما بین اون دوتای اول و دوتای دوم وقفه ایجاد نشه، یعنی نشه 1 2 3 4. باید 1 2 3 4 همه صداها پشت هم شنیده بشه. حالا اگه بخوایم این نوت رو بنویسیم، یعنی مثالی که تو زمین اول وجود داره، یکی از میزانهاشو براتون مینویسم. 4 تا دولاچنگ داریم، 2 تا چنگ، دوباره 2 تا چنگ و یک نوت سیاه. حالا اگه بخوایم اینو بزنیم میشه دو 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 دو. حالا بذارید شکلی براتون توضیح بدم. گاهی توی این دایره شما به جای 4 بخش مساوی یک نیمه داریم
به علاوه 2 تکه از اون 4 تکه. یعنی یک بخش به طور کامل اندازه یه نیمه صدا میده و 2 تا بخش کوچکتر. اینو وقتی که بخوام بنویسم، اول بذارید چنگاش رو ترسیم کنم. ما 2 تا چنگ داشتیم که هر چنگی میتونست بخش پذیر باشه به 2 تا دولا چنگ دیگه و در مجموع تو زمان 2 تا چنگ ما میتونیم 4 تا دولا چنگ داشته باشیم. حالا گفتیم پس هر 2 تا دولا چنگ جایگزین یک چنگه. میتونیم به جای اون 2 تا دولا چنگ اول خود چنگ رو بذاریم و اون دولا چنگ دوم رو هم 2 تا هستن دست نخورده بذاریم در ادامه کار. حالا شکل اینجا یه خورده خوب نیافتاده، من اینجا کنار تصویر میبینید شکل رو. دوباره یه چنگ داریم و 2 تا دولا چنگ. برای زدنش تو این دایره مثل میمونه که یک ضربمون اندازه اون ضرب دوم رو هم تو خودش داره و 3 و 4 که فقط نواخته میشه. یعنی ضرب اولمون 2 رو در خودش داره بدون نواختن، ضرب 3 و 4 دوباره تک تک نواخته میشه. طبق همون شماره هایی که میبینید یعنی 3 تا ضرب ما میشنویم. ضرب اول رو داریم که پا پایین رفتنیه، ضرب دوم هم همون موقع رفتن پایین نمیزنیم، ضرب 3 و 4 پا به بالا میاد و هر دو رو میزنیم. یعنی میشه 1 2 3 4 1 2 3 4. دوستان دقت داشته باشید، مبحث آریا به دلیل متفاوت بودن میزان نماش تو این درس تدریس نمیشه و فقط نواخته میشه. چند درس بعد دوباره توضیحات لازم رو خواهم داد.
امیدوارم که از این قسمت هم لذت برده باشید و حسابی تمرین کنید تا جلسات بعدی. روز و روزگار خوش.